من این چند روز این چالش رو با خودم داشتم که بیام بشینم اینجا، بشینم جلوی دوربین، دکمه ریکورد دوربین رو بزنم و شروع کنم به حرف زدن. من با این فکر اومدم یوتیوب که میام یه موضوع رو انتخاب میکنم، میرم در موردش میخونم، کتاب میخونم، مقاله میخونم، از AI کمک میگیرم، یه متن آماده میکنم و میام جلوی دوربین اجراش میکنم. ولی اشکال هستی، یعنی یه اشکال خیلی مهم این پروسه این بود که خیلی این فراینده طولانی میشد و شبیه این میشد که من میخوام یه لکچر بدم تو دانشگاه، این خیلی رسمی طور، خیلی با ملاحظات خیلی زیاد و نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، یعنی راحت نبودم باهاش. چطور ما میریم تراپی و جلسه درمانی و براش برنامه‌ای نداریم، یعنی چند تا فکر داریم تو ذهنمون، میریم جلسه 45 دقیقه، 1 ساعت و آخرش هم زمان کم میاریم دیگه. برای اون هر دقیقه و هر ثانیه‌اش که برنامه نچیدیم. اینجا من فکر می‌کنم این بهتره. یعنی شبیه گپ روانشناختی، گپ روانشناسی که میزنیم با بچه‌ها. بیام بشینیم با هم حرف بزنیم، یه موضوع رو انتخاب کنیم و در موردش فکر کنیم. از ایده ها بگیم، از چیزایی که میدونیم حرف بزنیم. و خب محور اصلی که برای کانالم دارم اینه که ما میخوایم برسیم به یه ذهنی، از یه ذهنی صحبت کنیم که میتونه به این فکر کنه که به چی فکر میکنه، چی تو ذهنمون میگذره. ما میخوایم خودمون رو بیشتر بشناسیم اینجا تو این کانال، میخوایم خودمون رو بیشتر بشناسیم. من اگه خودم رو بشناسم میتونم برای خودم برنامه بچینم دیگه، با دیگری، با محیط ارتباط برقرار کنم و خب در درجه اولش هم با خودم ارتباط برقرار کنم. اون چیزی که حالا برای کانال تو فکرمه اینه، یعنی این ویدیوی معارفی برای اینکه با هم یکم آشنا بشیم و با این فکر بریم جلو. برام بنویسید تو کامنت ها شما چی فکر میکنید. من فکر کنم اینجوری خیلی بهتر نتیجه میگیریم. برام بنویسید و میخونمتون. مرسی.